برادران عزیز و گرامی، حدیثایی داریم در ایباب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که حضرت عبدالله ابن مسعود روایت میکند. حدیث را پیامبر نازنین گفتند: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذره من کبر. پیامبر میگه وقتی گفت کسی در درون دیلش، قلبش در ذره یک خردکه که اگر از کبر داشته باشد، ببینید اگر از آن دغدغه و دبدبه و ناپسندی داشته باشد، پیامبر گرامی گفتند او داخل جنت نمی شود. وقتی این سخن گفتند میگه نفر از جاش بلند شد. فقال رجل، بعد میگه گفت این الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا و نعله حسنا. و حضرت اگر من لباسی بسیار مقصد با ارزش پوشم، یعنی بسیار با نرخ بلند لباس می پوشم، یا پای افضال های بسیار گران قیمتی را می پوشم، یا در یک خانه بسیار زیبا زندگی می کنم، یا در یک سواره بسیار خوب سوارم، یا در دسترخوان و مقصد ناز و نعمت ها هست، آیا اینها هم نشانه همین است که ما کبر داریم یا ما خودخواه و خودپسندیم یا ما از زمره تکبراییم؟ اگر از همین چیزها برخوردار باشیم، پیامبر چی گفت؟ ان الله جمیل یحب الجمال. خدا زیباست، زیباها را دوست می‌دارد. الکبر بطر الحق و غمط الناس. پیامبر گفت نه، گفت لباسی زیبا، پای افضال زیبا، خانه زیبا، سواره زیبا، خوردنی های زیبا، اینا گفت نشانه کبر نیست، بلکه کبر گفت این است که امر الله مهربان تا اجرا نکنی، یعنی هیچگاه خالق بودن، رازق بودن خدای مهربان در خودت قبول نداشته باشی. این یک نشانه آدم تکبره. دوم بطر الحق، مردم حقیر بشماری، مردم مقصد تماما کسی نشماری. در تاجیک ما میگن پوفی بنده خاکی گفته. بعضی خیلی یک در تعارف و در گپ هامون داریم که یعنی ناپسندی در مردم وقتی میکنی، پیامبر گفت انا همین را کبر میگن. در دیگر حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، برادران عزیز، آمده است که حضرت جابر میارد، امام ترمذی اسناد این حدیث حسن میگد. پیامبر گفت این من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامه احاسنکم اخلاقا. نزدیکترین شما در روز قیامت، محبوبترین شما در روز قیامت به سوی من کسی هست که رفتار خوب داره. ببینید اخلاق خوب داری، خواه دختری خوبی، خواه زنکی خوبی، خواه مردکی خوبی، خواه بچه خوبی، وقتی اخلاقت خوبه، وقتی رفتار خوبه، پیامبر گفت محبوب ترین به سوی من، نزدیک ترین به سوی من در روز قیامت انا منها است. و این ابغضکم الی و ابعدکم منی یوم القیامه الثرثارون والمتشدقون والمتفیهقون. قالوا یا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفیهقون؟ قال المتکبرون. پیامبر در دوام حدیث با دقت باشید چی گفت؟ بدترین شما به سوی من، دورترین شما به سوی من در روز قیامت سه نفره: سرسار، متشدق، متفیهق. در گردش اصحابش نشسته بودن، گوش کننده ها بودن. گفتن حضرت ما همی سرسار قطعی متشدق میدانیم کیان، لیکن متفیهق نمیدانیم.
برادرای این 3 نفری که پیامبر به اینها بسیار نگاهی بد کرد کی بودن؟ سرسارش یک آدمی که بسیار میگه، ای حدی بد زیاد میگه، خستت میکنه از گفتن. گفت آدمی پرگب، مقصد 2 متشدقش آدمی که بسیار مرکب گپ میزنه، یعنی عادی گپ نمیزنه، ساده گپ نمیزنه، بسیار مرکب گپ میزنه که مردم گپی را نمیفهمند. 2 3 متفیهق. این 2 چفتم فهمیده. متفیهق کیست؟ پیامبر المتکبر، کسی که تکبره. این 3 نفر گفت در روز قیامت از من بسیار دورن. اینها گفت یعنی من اینها را به نظر نفرت نگاه میکنم. برادران عزیز و گرامی، از این لحاظ در نسبت اینها آیت های بی‌نهایت زیادی هست، حدیث های بی‌نهایت زیادی داریم. فقط من اینها را برای چی؟ برای شما با سندهاش، با ادرسهاش گفته استم که تا که باوری حاصل کنیم که برادران عزیز این خصلت بگیم یا این رفتار بگیم یا این بلایی را که ما در خدمت راه دادیم، این اگر باز در بزم این من اگر عبادت داشته باشم با ببینین با اگر به شرطی که کارهای خیرم که داشته باشم، این مثل یک ویروسی هست که همه این را از بین میبرد. میدونین که سببهای پیدایش کبر از چی است؟ خدا رحمت کنه دکتر عایز قرنی را. این حضرت در کتابش میگه که از 5 جهت آدم در خودش کبر راه میده. یعنی 5 چیز در تو پیدا شد، از همین کبر از همین راه 5 چیز است. میگه یکم میگه وقتی آدم دارای علم میشود، خواه علم دنیاوی باشد خواه علم اسلامی باشد، وقتی علمش به قوت میشود میگه بعد از پشت علمش بعد یکی میبینی که دیگرها را مقصد حقیر شمارید، دیگرها را پس شمارید، دیگرها را بعد پسخند میزند. یک دوم چیزی که در انسان کبر پیدا میکند این ثروت است، مال. وقتی پول میبیند یا مال میبیند یا گویم با اصطلاح امروزه سستاینش به قوت میبیند، بعد ناپسند میشد، بعد تکبر میشد. دوم میگه ثروت است. سوم قدرت، وقتی امکانیت زور پیدا میکند، یعنی ای دستش همه کار میآید. انا همین جدم میگه وقتی صاحب قدرت شید، انا همین دردی بد میگه در او پیدا میشود. این 3. 4 چیزی که در این کبر پیدا میکند این عبادت است. ولی ببینید با سبب عبادت هم وقتی آدم پای به عبادت داره و دائم پای به طهارت و قرآن زیاد میخونه و شبهای دراز نماز میخونه، در وجودش همین کبر پیدا میشود که مقصد در بین دیگرها چه از دیگرها برتر میدونه به عبادتش. 4 5 برادران با نسب یعنی همون اولادها و اجدادهایی که داری، وقتی که میبینی اولادها و اجدادها تا که بسیار مستحکمن، در تو همین دردی بد پیدا میشه. برادر عزیز 5 چیز سببی پیدا شدنی کبر بوده است. یکی باز گوشتد میکنم، یکی علم، دوم ثروت مال، سوم قدرت، 4 عبادت، 5 نسب. من برای مثال برادر عزیز، برای آدمایی که عالمین، برای آدمایی که علم دارین، خب باز گوشزد میکنم، خب بگذار 4-5 دیپلمی خوانده این دنیا را داری، یا اینکه بگذار تو مفسر قرآنی، تو محدثی،
بگذار تو فقیهی، بگذار تو مقصد تمام قرآن و هر چی باشد از خود کرده ای، ولی وقتی که اینها در تو کبر پیدا کردن، همون زینتی که در تو بود همون زینت تماما باقی نیست در تو.